خدمت همه دوستان هستیم با یه راه اندازی دیگه از مجموعه بازرگانی کریم-نژاد. این بار قصابی آقای بروایه در منطقه گلستان. یخچالایی که دارن کاملا سفارشی بوده، به خاطر ارتفاعی که بوده مجبور بودیم ما اینا رو 2 متر طراحی کنیم. الان این نمونه یخچالی که شما دارید مشاهده می‌کنید یخچال انباری 2.5 متر هست که به سفارش مشتری طراحی شده. داخل تمام CNC و از قسمت‌های مختلف تشکیل شده. موتورش هم مخصوص مناطق گرمسیری هستش. طول 2.5 متر داره، ارتفاع 2 متر هستش و عمق کار هم 1 متر هستش. بدنه تمام استیل نگیر ساخته شده و بدنه فوم تزریق. تمامی قسمت‌ها به صورت فوم تزریق ساخته شده. آیتم بعدی که طراحی شده یخچال قصابی 2 متری هست به ارتفاع 2 متر و عمق 85 تا 86. این کار یک کار کاملا سفارشیه. به این نمونه لولا میگن لولا فرانسه و دستگیرهایی که الان شما نگاه میکنید دستگیرهای سرخود هستن که باعث میشه زوار یخچال مشکل پیدا نکنه، خراب نشه. موتور یخچال مخصوص مناطق گرمسیری هستش و پایین تعریف شده، تعبیه شده و ارتفاع یخچال 2 متر تعریف شده. این نمونه یخچال قصابی موتور بالا نداره، موتور پایین براش تعریف شده. قسمت داخلی کار که نگاه میکنید تماما CNC شده، محافظ برای رادیات گذاشته شده و قسمت آویز لاشه هم از استیل پروفیل تمام استیل کار شده و استفاده شده و این قسمت هم که نگاه میکنید تماما استیل نگیر استفاده شده. این یخچال کاملا سفارشی، بدن فوم تزریقه و از استیل 304 نگیر ساخته شده. فریزر 1.5 متری قصابی انباری دار، بدنه تمام استیل نگیر و فوم تزریقه. دستگیرها همونطور که مشاهده میکنید دستگیرها سرخود و لولا فرانسه است. قسمت داخلی همونطور که مشاهده میکنید تمامی قسمت ها زوار خورده طلایی هست و قسمت پایین جایی که موتور تعریف شده، موتور مناطق گرمسیری به دلیل ارتفاع کمی که مغازه داشته ما ارتفاع 2 متر رو براشون در نظر گرفتیم. یک کار سفارشی دیگه که شما میتونید توی قصابی استفاده کنید یخچال مخصوص گوشت و پروتئین هستش. این نمونه یخچال پروتئینی هستش، به اسم میگن یخچال مکعبی 1.5 متری. از استیل نگیر 304 ساخته شده، ترموستات ایتالیایی و موتور مخصوص مناطق گرمسیری. نمای کار همونطور که نگاه میکنید از استیل دودی طلایی کار شده، قسمت‌های داخل از زوار طلایی کار شده.